سلام خدمت بیننده های چینل صنعت فلزکاری. بیننده های عزیز، انشالله که جور صحتمند باشین. خوش آمدین در یک ویدیو دیگه از مو کسته که در این ویدیو کسته یک پایه تلویزیون یا پایه تیوی جور کردیم کسته از فلزی کسته که هر اندازه کسته بالا و پایین میشه. اینی کسته دور مخره روی تلویزیون، هر طرف کسته تا چرخ بدی چرخ مخره دیگه. زیر هم تایر داره کسته که هر طرف باز چرخ بدی زیرش هم چرخ مخره. یعنی روی تلویزیون رو کسته بالا و پایین نه. ببینید های عزیز کسته ویدیو های از ما تا آخر سایل کن کسته چینل اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کن دیگه. تشکر از حمایت های همیشه کیشم دیگه. بیننده های عزیز کسته ای فریم زیر پایه تلویزیون کسته که ولدینگ نیم کسته باید خوب سه ولدینگ شنه دیگه. میتر ویدیو ادامه داره کسته سایل کن کسته دیگه. تشکر از همگی شما. یعنی کسته دان پایفارم کسته یعنی چادر کسته بریش کدیم کسته باید ولدینگ شنه دان پایف کورش نه دیگه. هم کسته هم تیزیکی هایش خلاص میشه، هم کسته بس خوب لوکس معلوم میشه.
یا نوبت رسید که است در نصب تایرایش هستم باید کارپیچ محکم شنه که یک وقت که تایرایش خراب شنه که است باز تایرایش بدل شنه. این کارپیچ های خودکار که هم آیین سلاخ نه هم که است تایر میشدش. این هم که است دیگه تایرایش هم که است نصب شد که است یعنی دیدن پروفیل که است بخش خود پایه تلویزیون که است کار بلندیش است در 7 سانتی دیدن پایه کار بریشیم که است باز بریم جولگین سریع کنیم. تشکر. یعنی پایه که است که قد خود تلویزیون مایه که است در پشت سر شکسته در دیوال نصب میشه که است. خلاصه که است در باید که است در یک جای که است سر پایه استاد باشه که انتقال شنه طرف مثال که است آدم کنفرانس میگیره که است ویدیو کنفرانس میگیره هم کار میده تلویزیون LCD اگر که است مثال در یک پانتون باشه در یک جای آموزشگاه باشه که است که هم پایه که مثال انتقال دیده شنه طرف در جایی که است دیگه سیاره دیگه اینی که است پایه خود شکسته در دیوال نصب میشه که در یک جای که است مثال بخش خانه مانه باشه سیست دیگه که است موجور که دیم که است پایه که هم بخش ویدیو کنفرانس که است کار میده هم برای آموزشی که است مثال پانتون باشه دیگه جای باشه.
اینال کسا پایایش کسا باید خوب لیول کسا زیدهش نکسا که کج نباشه. اگر کج بود کسا باز تلویزیون بالا و پایینش کسا مشکل میشه. دیگه خوب زیده یک اندازه باید باشه. یعنی تو دنه بس جور کردیم بریش کسا که در مابین سی پای پا کسا پای وای پایا کسا ای در مابین پای وای پایا رفت بیشتر شکنه نت ولتینگ کردیم کسا که داشو محکم شنه وزی بست خودی که پای تلویزیون داشت بسته میشه از ولتینگ نمیالی. دستایش دست محکم شد اینال کسی صافکاری شروع شده کسی بولدینگاش صاف شنه اینجا های ازش کسی یک تنه های این دیگر کسی توسط از ولدینگ این کارتو پایر هم میگره بازی بستا کسی هم کسی پایین نمایه
سال باز زیاد پایین نشنه، از خاطر که یک وقت اگر تاسوش چنه باز پایین کس تلویزیون کس ضربه نخورد از زمین. بس کس این آینه این جولدینگ نیم ما کم نیم بارزو دیگه بخیر باز رنگمالی شروع. اینال کس صافکارین و کس پای خود تلویزیون دم کس یک بسته کردم که آجستایش رو کس برابر نیه دیگه. اینال کس صافکارین بخیر کس خوب پاکنیم باز رنگمالی شروع نیم. بیننده های عزیز گینال کس رنگمالی شروع کردیم. رنگ سیاه کس صاحبش فرمایش داد که رنگ سیاهش نباید. گینال کس رنگ رم سیل کن کس که چطور رنگ کنیم. بعد از رنگمالی کس بس خوب لوکس هم میشه دیگه کس.
بیننده های عزیز دیگه اینی کست رنگم رنگ شده خشک شد کست اینی خودی که در پشت تلویزیون بسته میشه کست ما آوردم کست در اینجا بسته کردم تی 14 نانوت ولت کست یعنی تا میشه بال میشه کست شما سایل کن دیگه کست نظریات خود کامنت کست شریک کن دیگه تشکر سلامت باشین جور باشین دیگه موفق باشین دیگه تشکر که تی اندازه کس ویدیو روز مور کس سویرین دیگه خدا نگهدار شیم دیگه سلامت باشین